بیننده عزیز، با سرخط خبرهای برنامه امروز جمعه 15 مارس به خدمت شما برگشتیم. برنامه تا کمتر از 3 ساعت دیگر شروع می شود. ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو و یا سنت پتربورگ در روسیه. خوب، بعد از این 3 ساعت اول درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صحبت میکنیم که هنوز هم کاملا آرام نشده است. در سرحد سوغد و بادکند چی میگذرد؟ جنجال و دعوا تمام شد یا هنوز هم ادامه دارد؟ گزارشی را در این باره و با ویدیوها از محل حادثه آماده کرده ایم در برنامه نشان میدهیم. درباره تاریخ و سرچشمه مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هم دیگر گوشه های وادی فرغانه نیز گزارشی داریم. نگاه میاندازیم به عقب که چرا حکومت شوروی با همان عظمتش نتوانست زمینهای نزاع، دعوا و کشمکش ساکنان روستاهای نزدیک مرزی برای ثروت‌های طبیعی را از بین برد. درباره حمله مرگبار به 2 مسجد در زلند نو هم صحبت میکنیم که از آرامترین کشورهای جهان به حساب می رود. امروز در زلند نو مردم روزی سیاهی داشتند، چون در تیراندازی ها تقریبا 50 نفر کشته شدند و بعضی هم هنگام سجده در وقت نماز. کی حمله کرد؟ چرا؟ جزئیات خبر در برنامه با ویدیوهایی که از زلند نو رسید حتما تقدیم می شود. عقب نشینی داعش در سوریه و تسلیم شدن صدها جنگجویان این گروه افراطی. روزی گذشته بیشتر از 1000 جنگجو با اعضای عائله های خود بر رزمندگان کرد تسلیم شدند. بعضی از آنها از آسیای مرکزی هستند. در یک بخش دیگری برنامه درباره همین مسئله صحبت خواهیم داشت و به سوال آنهایی که درباره باز هم امنیستی یا عفو مهاجران پرسیدند میگوییم که در باره چنین عفو خبری نیست و اگر میخواهید به سوالهای خود جواب بگیرید به وبسایت azadi.org هم درآیید و تا کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری منتظر شما میمونیم. در همین جا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم وبسایت azadi.org و یا صفحه رادیو آزادی در فیسبوک برنامه مستقیم نشر می شود.